برادر و خواهر عزیزم، از سختی زندگی و ناکامی ها و شرایط نابسامانی که داری ناخوش و ناگوار هستی؟ و یا از بلاهایی که پی هم بر سرت می آید خسته و غمگین هستی؟ برادر و خواهر عزیزم، از این همه چیزهای ناخوش و ناگوار که به تو می رسد غمگین مشو، خسته و ناامید مشو، بلکه تبسم کن و خوشنود باش، چون که خدا و آفریدگار تو، مربی و صاحب اختیار تو، با تمام شفقت و مهربانی می فرماید: استعیذ بالله و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید حال آنکه آن برای شما بهتر باشد. یعنی شاید آنچه را که دوست نمی دارید و برای شما ناخوش و ناگوار است، شاید آن برای شما خیر و نیکی باشد. در حصه آخر این آیت خداوند می فرماید: استعیذ بالله والله یعلم و انتم لا تعلمون. یعنی حقیقت این را خداوند می داند، شما نمی دانید. چرا تو ای شکست دل خدا خدا نمی کنی؟ خدای چاره ساز را چرا صدا نمی کنی؟ به هر لبی دعای تو فرشته بوسه میزند، برای دردی به امان چرا دعا نمی کنی؟ به قطر قطر اشکی تو خدا نظاره میکنه، به وقت گریه ها چرا خدا خدا نمیکنه؟